جانم رسیدی خونه؟ خونم فدات شم. باشه عزیزم. میگم چقدر محکم تبل زدی، تبل داشت پاره میشد، همه داشتن نگات میکردم. تبل که هیچ چیز، من به خاطر تو خودم پاره میکنم. وای آقای من، میگم چادر خیلی بهت میاد، همیشه چادر بذار، خیلی بهت میاد. خیلی به میاد. نه مامانم هم میگه فقط یه مقدار لیز میخوره، هنوز عادت نکردم بهش. عادت میکنی عزیزم. میگم یه چیزی جانم. میگم من تو بیو تازه قلب گذاشتم و تو هم میذاری؟ منم الان میذارم. آره چشم. وای مرسی، برم ببینم. برو عزیزم برو. خدا وای مامان گوشی داره زنگ میخوره، برش دار. گوشی منه؟ منطق مادرای ایرانی نهار و شام برای ما میارن، تو بشقاب ملامین میارن، فک و فامیل بیاد، کاربرده خورشون چینی و پرکس و مرکس و بار از پرورشگاه آوردین. 30 سالمونه فرش خونمون رو ندیدم اینقدرش رو فرشی. مهمون بیاد کاربردهش بیاد رو فرشی رو جمع کن. مهمون اومد آبروی ما میره، بچا واسه ما نمیذاریم. ما تو جوب پیدا کنین، اگه تو جوب پیدا کنین بگین ما بدونیم. 30 سال سنمون عید میشه آجیل از ما قایم میکنن، تو 30 تا سوراخ سومه باید بگردی. کاربردهش میاد سری میاد جلوشون، بده بهشون بخورن، سال یه بار به سر میزنن بده اونا بخورن. این عید میشه مادر من چنان برادراش اونجوری بغل میکنه تکون میده هم دیگه رو، در همسایه تو پنجره ما رو ببینم اوه این خواهربرده چقدر عاشق همن. بعد بهش میگی آقا بغل کردین، آقا مگه ارث تو رو نخورد، بهت پول نداد که، مگه غریبه خورد، داداش منه دیگه. میوه میخریم شما زده ها رو بخورین، این سالما رو بذار مهمون بخور، مهمون ناخوشی بخور، ما بچهای شماییم اینقدر به فکر اوناییم، سال یه بار میان خونه‌تون خودمون رو میکشین. خانمم نداد تو راهرو چرا انقدر میدوی؟ دیروز 26 تا سیبیل داشتی، الان چرا 25 تا سیبیل داری؟ میگی کو؟ مگه نمیدونم نوار داشتی، بنداز تو سطل دوباره نه جلو در دستشویی. الدنگ قرار نیست ازدواج کنیم تمام روابط زن و شوهر رو بچه‌ها توضیح بدی. این آینه و موچی مالکی خودش رو اعتراف کنه. لوازم آرایش به خدا بهتون مدرسه بده من؟ مگه عروسی بابات خانومم چتونه؟ مغناطو درست کن، از اداره دارم میاد. دکمه مانتو ببین، مگه مانتو جلو باز پوشیدی؟ محمدی آسینا داره پایین. تو چه اینور موهات آبیه اونور موهات سبزه، اینجوریه. بغل دستی تو ازدواج کردی دیگه نمیاد. گوشی تو وقتی ببرم تحویل اداره بدم تا 3 ماه گوشی نشته باشی خود میفهمی چی میگم. کلاس شما توی 30 سال سابقه من از همه وحشی‌تر. از اداره میخوام بیان امروز یکم آروم باشین وحشیا.